گلچین هفته. سلام. 80مین برنامه گلچین هفته را با قطعه ضربی در دستگاه نوا آغاز می‌کنیم. این قطعه را گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی اجرا کرده است. قطعه ضربی از دستگاه نوا را با اجرای گروه شیدا شنیدید. حالا به تصنیفی در سگاه با صدای عبدالوهاب شهیدی گوش کنید. این آهنگ را فرامرز پایور بر روی غزلی از مولوی ساخته و با گروه نوازندگان فرهنگ و هنر اجرا کرده است.
پروانه شد دیوانه شد دیوانه شد دیوانه شد من در دل آتش درآ من در دل آتش درآ پروانه شد پروانه شد پروانه شد پروانه هم خانه را ویرانه کن آنگه بیا با عاشقان هم خانه شد هم خانه شد وانگه بیا با عاشقان هم خانه شد هم خانه شد هم خانه را ویرانه کن آنگه بیا با عاشقان هم خانه شد هم خانه شد وانگه بیا با عاشقان هم خانه شد هم خانه شد باید که جمله جان شوی تا لایق جانان
شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو مستانه شو مستانه شو گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو مستانه شو مستانه شو چون جان تو شد در هوا زفتانه شیرین ما فانی شد چون عاشقان افسانه شد افسانه شد افسانه شد افسانه شد دامنکشان نام ترانه‌ای است کردی ساخته حسن کامگار که فرهاد فخرالدینی آن را برای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران تنظیم و اجرا کرده است. سیما بینا قسمت اول این ترانه را با شعر کردی و قسمت دوم را با ابیاتی از حافظ می‌خواند.
بینشاتون به فرمونم کجم دمتم با قربانه اگر غم لشکر انگیزد چه خونه عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم چو در دست از رودی خوش بزن موزه درودی خوش که دست افشان غزل خوانیم و با خوبان سراندازیم ترانه کردی دامنکشان را با صدای سیما بینا شنیدید. در بخش انتخاب از صفحه‌های قدیمی امروز گوشه حجاز را با صدای طاهرزاده و تار درویش خان میشنوید. جلیل شهناز امروز گوشه‌هایی در سگاه و ترکیباتی از رهاب و قطار و شاه خطایی را برای شما می‌نوازد.
هشتادمین برنامه گلچین هفته را با تصنیف قدیمی نوا به پایان میبریم. این تصنیف را محمد رضا شجریان همراه گروه شیدا اجرا کرده است. چهره به چهره
میبرد خواب، ما را هم شب میبرد خواب. ای خفته روزگار دریاب، ای خفته روزگار دریاب. در بادی تشنگان بمردن، در بادی تشنگان بمردن، و از هله به کوفه میرود آب، و از هله به کوفه میرود آب. ما را هم شب نمیبرد خواب، ما را هم شب نمیبرد خواب. ای خفته روزگار و دریاب، ای خفته روزگار و دریاب. در بادی تشنگان بمردن، در بادی تشنگان بمردن، و از هله به کوفه میرود آب، و از هله به کوفه میرود آب. هشتادمین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان می رسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.